اکنون از عذاب مهاجران میگوییم. چند روز این جانب از مناطق مختلف روسیه جمله مسکو و اوفا کاربران با عنوان آزادی ویدیو نوارها را فرستاده از بازداشت سراسری و خودسرانه مهاجران از سوی مقامات انتظامی خبر میدهند. این نوارها تقریبا از یک صحنه عبارتند. دهها مهاجران را از جای کار و بازارها دستگیر کرده به دست بعضیشان حتی زولانه میزنند و به اتوبوس ها بار میکنند. همه آنها را به شعبه پلیس برده ساعتها برای تفتیش حجت‌هایشان نگاه می‌دارند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی با وجود آنکه اکثریت بازداشت شده‌ها قانونی کار و فعالیت دارند، اما با این وجود به هر بهانه از آنها جریمه می‌ستانند. اینا برادرها بچه‌های مهاجر در شهر یوفا اینا ما را خپیدگیان ایدونی بازار هممون دکمنت داریم هممون اینا این مرد گرفتنیه اینجا بود چند قضیش پاسپورتی روسی دارد اینا اینجا آوردن بود پیش عدل هر ماه 3800 میسپریم با اینا نگاه میخوام ما نمیدونیم چو کنیم اینا اینجا آمدیم هر یک کدوم ما را 10000 اشتراف میگن. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند تقریبا هر سال در پیشروی سال نو مقامات انتظامی عملیات سراسری را در مقابل مهاجران میگذرانند که در بیشتر موارد غیر قانونی اند. در دیگر حدود روسیه هم این کار معمولی شده است و از طرف رهبران شعبه های وزارت کارهای داخلی این محل ها چونین یک عملیات ها گذرانده می شود که اینها همش غیر قانونی می باشند. و باز یک چیز دیگر رو باید فراموش نکنیم که در سیستم وزارت کارهای داخلی روسیه چونین یک عنعنه است که پیش اون رو پالشنی سیستم می گفتن نقشه و وقتی که اونها نقشه سال خود رو که باید که چقدر مهاجر رو آورده تفتیش کنن بود نشود اونها در آخر سال حرکت میکنن که این نقشه رو بود کنن چون که از رهبران بالایی گپ میشنوند. سالانه از تاجیکستان صدها هزار نفر با مقصد دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. طبق اطلاع سفیر روسیه در تاجیکستان مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک به وطن تا آخر همین سال 3 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد.